رئیس جمهور قرقیزستان در نشست سازمان پیمان امنیت جمعی میگوید که کشورش از یک افغانستان صلح آمیز و باثبات پشتیبانی میکند. صادر جباروف همچنان از تمایل حکومت سرپرست برای انجام تعهداتش در برابر جامعه جهانی از بهر جلوگیری از وخامت بیشتر وضعیت بشری استقبال میکند. قرقیزستان از افغانستان به گونه کامل، همه‌جانبه و باثبات پشتیبانی می‌کند و ما از تلاش‌های پیشنهادی دولت داخلی افغانستان استقبال می‌کنیم و از تمایل آنها برای انجام تعهدات خود در قبال جامعه جهانی به منظور جلوگیری از وخامت بیشتر وضعیت اجتماعی و انسانی در این کشور حمایت می‌کنیم. ما معتقدیم که ادامه دادن کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان و ارتقای ادغام این کشور رنج کشیده در اقتصاد منطقه مهم است. امسال کازاخستان غذا و اقلام مورد نیاز را به افغانستان فرستاده است. برخی از نمایندگان کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی در نشست مشترک شورای وزیران خارجه، دفاع و کمیته دبیران شورای امنیت این سازمان با پخش بیانیه مشترک از قاچاق مواد مخدر از افغانستان نیز ابراز نگرانی کردند. شرکت کنندگان این نشست درباره پیکار با گروه‌های هراس‌افکن در منطقه نیز گفتگو کردند. حکومت سرپرست فعلی افغانستان با تعهداتی که در مقابل جامعه جهانی و کشورهای همسایه در قبال کشت، زر و قاچاق مواد مخدر در آن گام‌های عملی برداشته و به خاطر جلب اعتماد جامعه جهانی و خصوصا کشورهای همسایه افغانستان در این جهت اقدام عملی نموده. هرچند امارت اسلامی تاکنون در این باره چیز تازه‌ای نگفته است، اما پیش از این گفته است که تولید و قاچاق مواد مخدر در کشور نزدیک به صفر رسیده است. کشورهای روسیه، ارمنستان، بلاروس، کازاخستان، قرقیزستان، تاجیکستان، افغانستان و صربستان از اعضای سازمان پیمان امنیت جمعی هستند.